سلام خدمت دوستای عزیزم، وقت همگی بخیر باشه. دوستان طبق قولی که بهتون داده بودم امروز میخوام اساس الگوی کودک رو خدمتتون عرض بکنم. خب این اساس الگو مناسب کودکان 2 تا 12 سال هستش، برای کودکانی که هنوز برجستگی سینه ندارن. اولین کاری که انجام میدیم، ببینید 2 تا خط عمود بر هم به این صورت رسم میکنیم. خب به این صورت. بعد از اینکه 2 تا خط عمود بر هم رسم کردیم، از نقطه صفرمون به اندازه 1/2 دور سینه به اضافه 8 سانتی متر میریم و علامت میزنیم که طبق اندازه هایی که من میخوام برای دخترم بدوزم عدد 42 رو به من میده. بعد میایم از نقطه صفر به اندازه قد بالاتنه پیش به اضافه 1 سانتی متر علامت میزنیم که این هم میشه خط کمر ما و میایم این خط رو هم به این صورت گونیا میکنیم و به این صورت ما کادرمون رو میبندیم. اینجا خط کمرمون تشکیل میشه و اینجا هم خط گردنمون تشکیل میشه. بعد میایم چیکار میکنیم؟ برای اینکه خط سینمون رو به دست بیاریم میایم خط گردن و خط کمر رو نصف میکنیم. این خط گردن، این خط کمر برای من هست 31 سانتی متر، حالا برای شما هر اندازه‌ای میتونه باشه. نصفش میشه 15.5. به این صورت این میشه خط سینه ما. پس خط سینه ما از فاصله خط گردن و خط کمر نصفش کردیم، خط سینه ما تشکیل شد. خب بعد از اینکه خط سینه رو به دست آوردیم، این خط سینه‌مون رو هم گونیا میکنیم و میایم الان روی خط عرضی و روی خط طولیمون به اندازه 1/5 دور گردن علامت میزنیم که حالا میتونه هر عددی باشه که برای من عدد 7 به دست اومده بود. هم روی خط طولی هم روی خط عرضی من علامت رو میزنم و حالا اینجا چند سانت گونیا میکنم و به این صورتی که میبینید هلال یقم رو رسم میکنم. این هلال یقه پیش هستش، 1/5 دور گردن. خب بعد از اینکه این رو هم رسم کردیم، از انتهای یقه تا خط سینه رو نصف میکنیم. از انتهای یقه تا خط سینه نصف میشه تا اینجا خط کارور ما به دست بیاد. این خط رو هم گونیا میکنیم و این میشه خط کارور ما. الان فقط خط شیب شانه ما میخوایم که به دست بیاریم. برای اینکه خط شیب شانه رو به دست بیاریم از نقطه صفر تا هلال یقه رو نصف میکنیم. به این صورت ببینید از نقطه صفر تا هلال یقه نصف میشه که برای من میشه 3.5. باز دوباره من این رو گونیا میکنم تا خط شیب شانه من به دست بیاد. شیب شانه. خب الان میریم با هم دیگه ببینیم که دور سینه، دور کمر، دور باسن رو چی کار باید بکنیم. اندازه تک سرشانه هر چقدر هست که برای من عدد 10 هست. ببینید خطکش رو جوری من حرکت میدم که 0 روی گوشه گردن باشه و عدد 10 رو روی خط شیب شانه به من بده. حالا برای شما هر عددی میتونه باشه. اگر 9 بود مقدار این رو میارید پایین تر تا عدد 9 رو بهتون بده. این از اندازه سرشانم. الان برای اندازه دور سینه من با یک رنگ دیگه بنویسم. خب برای اندازه دور سینه 1/4 سینمون هر چقدر بود به علاوه 1 الی
3 سانت آزادی در نظر میگیریم. خب و علامت میزنیم که برای من شد عدد 18. پس 1/4 دور سینم رو به دست آوردم. هر چقدر که شد به علاوه 1 الی 3 سانتی مترش میکنم تا اندازه سینه من به دست بیاد. برای کارور پیش 1/2 کارور پیش به علاوه نیم سانتی متر میکنیم که باز اینجا عدد 14 رو به من داد و من میام و با استفاده از پیستوله یا حالا دستتون در 2 مرحله اگر شد در 1 مرحله، اگر نشد در 2 مرحله میاید و هلال حلقه پیشتون رو رسم میکنید. خب برای کمر هم به همین صورت، برای باسن کمرمون رو بعداً کنترل میکنیم. باسن من باید یک مقدار الگو رو بکشم به سمت بالا. خب برای باسن هم میخوایم که الان اصلا ببینیم جایگاه باسنمون کجاست. ما میایم به اندازه از خط کمر به اندازه بلندی باسن میایم پایین و علامتش رو میزنیم. خب الان بلندی باسن دختر من 18 بود و من میام این رو به این صورت مجددا گونیا میکنم و از این سمت هم خطم رو امتداد میدم. خب این خط شد خط باسن من. خب الان خط باسن من هم چجوری به دست میاد؟ 1/4 دور باسن به علاوه 1 الی 3 سانت آزادی. حالا اینجا اگر 1 سانت آزادی دادید اینجا هم باید 1 سانت آزادی بدید. بر اساس مدلتون میایید و آزادیتون رو لحاظ میکنید. الان خب من 1/4 دور باسن من به علاوه 1 کردم، من عدد 19.5 رو به من داد که من میام سینه و باسن رو به این صورت به هم وصل میکنم. خب بعد از اینکه وصل کردم، خب الان من میتونم در خط کمر 1 سانتی متر بیام داخل و پهلوم رو یک مقداری گود کنم. این رو وصل میکنم به خط سینه و خط باسن. خب این از الگوی پیش ما. خب الان الگوی پشت رو میریم با هم دیگه کار بکنیم. خب برای الگوی پشت هم دقیقاً حالا از بالا میام به اندازه 1/5 دور گردن علامت میزنیم و از این قسمت هم به اندازه 1.5 سانت میایم به سمت پایین که من اینجا علامت زدم. ببینید 1/5 دور یقه من 7، 1.5 هم از اینجا میام پایین و هلال یقم رو رسم میکنم. سرشانه هم به همین صورت هست. عدد 11 رو من میخوام به من بده. از گوشه گردن 0 و روی خط شیب شانه عدد 10 رو باید به من بده به این صورت. خب الان میرسیم به خط کارورمون. الگوی پیش و الگوی پشت روی خط کارور و کادر یقه با هم فرق دارن که تفاوت کادر یقه‌اش رو متوجه شدیم. روی خط کارور هم به این صورت هستش. 1/2 کارور
پشت به علاوه 1 سانتی متر. در پیش نیم بود، در پشت به علاوه 1 سانتی متر میکنیم. خب که الان برای من شد عدد 15.5. 15.5 رو اینجا علامتش رو میزنم. بعدش یک چهارم باز دوباره دور سینه به علاوه 1 الی 3 سانت عین پیش هست. باسن هم به همین صورت. بذارید باسن رو هم نشونتون بدم. 1/4 دور باسن به علاوه 1 الی 3 سانت علامتش رو میزنیم اینجا که باز برای من میشه عدد 19.5. خب من اومدم دوباره باسن و سینه رو به همدیگه وصل کردم. از خط پهلو میتونم 1 سانت داخل بشم، وصل کنم به سینه و از این قسمت وصل کنم به باسن و اینجا که سینه من به دست اومد، اینجا هم خط کارور من و اینجا هم که شیب شانه من هست، میتونم هلال حلقم رو رسم بکنم. این هم از این. الان ما میایم و کمرمون رو کنترل میکنیم. ببینیم که اینجا کمر ما چقدر میتونیم اینجا پنس بگیریم. اول برای اینکه بخوایم روی الگو در قسمت کمر ما جایگاه پنسمون رو مشخص بکنیم، باید دور کمر پیش و پشت رو خب اندازه بگیریم و این اندازه رو با دور 1/2 دور کمر کودکمون مقایسه بکنیم. خب ببینیم که روی الگو چقدر ما اضافه داریم. در الگوی پیش برای اینکه مشخص بکنیم جایگاه پنس ما کجا هست، خط کارور رو اندازه میزنیم، نصف خط کارور رو روی خط سینه علامت میزنیم. خب الان کارور من هست 14، نصفش میشه 7. نصفش رو میام 7 روی خط سینه علامت میزنم، روی خط باسن هم این 7 رو علامت میزنم و این میشه جایگاه پنس من. خب در الگوی پشت هم همین کار رو انجام میدیم. خب الان کارور من هست 15.5، نصفش رو میام اینجا علامت میزنم که 7 و 8 میل میشه. خب و این رو تا باسن ادامه میدم. پس برای اینکه جایگاه پنس من مشخص بشه، کارور پیشم رو اندازه میزنم، نصفش هر چقدر بود میام روی خط سینه علامت میزنم. در الگوی پشت هم همین کار رو انجام میدم. کارور پشت رو اندازه گیری میکنم، نصفش رو میام روی خط سینه علامت میزنم و جایگاه پنس کمر من مشخص میشه. خب ببینید ما الان کنترل میکنیم کمر رو. از اینجا تا اینجا تقریبا هست 17.5. خب اینجا هم هست 17.5. 17.5 با 17.5 میشه 36 اگر اشتباه نکنم. 17.5 بله 35 میشه. خب 35 میشه. خب من میام این 35 رو با 1/2 دور کمر کودک خودم اندازه میگم. دور کمر دختر من هست 63. 63 تقسیم بر 2 میشه 31.5. این شد چقدر؟ 35. یعنی من چقدر اضافه دارم؟ 4 سانت و نیم اضافه دارم. خب که من میام 2 سانتش رو حالا اینجا میگیرم، 2 سانتی مترش رو هم اینجا میگیرم که کمر من اندازه بشه. یعنی 1 این سمت
یک این سمت، روی پشت هم به همین صورت، یک این سمت و یک این سمت. ببینید به این صورت و من میام پنسم رو هم مشخص میکنم. خب این هم شد پنس من. حالا میتونید اصلا این پنس ها رو هم نگیرید. اگر لباستون لباس آزادی هست بذارید این پنس ها توی آزادی کارتون بمونه، فقط گودی پهلو رو انجام بدید و اینکه کلا کنترل بکنید. ببینید دور کمر دختر من الان هست 63. خب الان این شد بدون اینکه پنس ها رو بگیرم شد 35. 35 رو اگر ضرب در 2 بکنم میشه 70. خب یعنی از دور کمر دختر من 7 سانت بزرگ هستش. متر رو بذارید 70 رو اندازه گیری کنید روی کمر کودکتون. ببینید آیا این اندازه رو دوست دارید. اگر این گشادی رو دوست داشتید دست نزنید، اگر دوست نداشتید و میتونید پنس هاتون رو بگیرید. حالا اساس الگوی آستین رو هم توی یک ویدیوی دیگه خدمتتون عرض میکنم.